خب اینم از یه روز کاری دیگه من بود. شیفتم ساعت 2:30 از ظهر تا بزنم 8:30 شب بود که الان امروز اشتباه نکنم 23 اکتبره و اینم خیابوناست. این شعبه‌ای که من میرم خیلی نزدیکه به هم و تو خیابون مارین درایو نورس ونکوور. همین. من خیلی دوست دارم بتونم از شیوه کار داخل استارباکس فیلم بگیرم و توضیح بدم یا مثلا یه روز کاری بذارم، ولی منیجر به من اجازه نمیده گوشی دستم باشه. یعنی میگه فقط تو تایم استراحتت میتونی گوشی تو ببینی که اونم خب اون برم داخل بار نیستم. ولی خب نمیدونم بعد از این عینکای متا بگیریم تا بتونیم فیلم بگیریم یا اصلا قانونیه یا نه، اینو نمیتونم چون یه وقت دردسر نشه، چون اینجا خیلی قانون زیاد داره. شاید کلا ممنوعه فیلم گرفتن، نمیدونم. البته اینکه فقط خودم بگیرم نه از بقیه، ولی خب اینو باید ببینم چجوریه. ولی خب اجازه نمیده گوشی فعلا دستم بگیرم. من که سوپروایزرهای دیگه که ایرانی هم باشم بتونم این کارو بکنم، ازش باید بپرسم از سوپروایزر ایرانی که من میتونم این کارو بکنم یا نه.